همراهش داشتن به گامان من رو بهش رسیدن. یکی این سیگنال رو رسوندن به اروپایی‌ها که ما میتونیم دوباره اون کارو بکنیم، دوباره میتونیم تو پاریس 5 تا کاپه رو بهتر کنیم. اگر شما در 17 مارس که چند روز دیگه است وقتی می‌نشینید با اتحادیه اروپا وزرای خارجه تصمیم بگیرید مکانیزم ماشه رو مثلا فعال بکنید یا کارهای ماننده این بکنید و دومین هدف یک جورایی ترساندن مخالفان خارج از کشوره که بگیم ما میتونیم اون دوران جهنمی رو دوباره پیاده کنیم. مرسی کامز عزیز. شاید عزیز اگر اجازه بدید من دوستان ما اینجا منتظر هستن که بیان توی برنامه. هادی از لاهیجان عزیزم، هادی جان اگر صدای منو میشنوی خواهش میکنم تشریف بیار توی برنامه و نظر شما درباره اعترافات رفیق دوست و این داستان ها چیست عزیزم. هادی جان بفرمایید. درود بر شما. سلام علیکم. مهمانان عزیزتون. خیلی خوش اومدید. به خصوص آقای شاهد علوی که ارادت خاصی بهشون داریم. اینکه اگر حرفای از این لحاظ میخوام بگم که اگر حرفای اخیر محسن رفیق دوست و امثال اینا حاج و سردار و دکتراهای از خودشون اینکه میگن به حساب حالا این حرفا رو آقای محسن رفیق دوست این حرف اومده زده، حالا اومد از طرفدارای خودشون میگن که مغز ایشون مشکل داره، همچین حرفی اومده زده یا مزخرف گفته. از این لحاظ میخوام بگم اما اگر یک استاد تاریخ یا علوم سیاسی دانشگاه در کلاس و درس مرتبط به عنوان برخی گفته‌ها و شایعات و شنیده‌ها مطرح میکرد، حسابش با کرام کاتبین بود. ما مردم هم دیدیم که و میگیم که این همه تبعیض در آزادی بیان با هیچ منطقی قابل قبول و قابل هضم نیست. واقعا در جمهوری اسلامی شهوت حرف مفت زدن در میان عالی قدرت بیداد میکنه. حالا یک فعال سیاسی، یک خبرنگار یا منتقد این حرفی از این جنس بزنه چوب در آستینش میکنن. اما این جماعت هر چی مزخرف بگوین که حتی امنیت ملی هم تضعیف بشه کسی این خیالش نیست. حالا مسئول ترور هر شخصی از حکومت باشه. منظورم اینه که هزینه اینا رو مردم ایران باید بدن. ممنون از شما. مرسی هادی جان. 30 ثانیه هم از وقت اضافه اومد. تشکر میکنم ازت. حسین از تهران. حسین عزیز روی خط برنامه ما هستی. در مورد حسین رفیق دوست داریم صحبت میکنیم. شاهد و کامبیز عزیز توضیحاتی دادن. نظر شما رو گوش میدیم. حسین جان بفرمایید. با سلام علیکم. سلام به خدمت شما و همه بینندگان. این نشون میده این حکومت برای قدرت و رسیدن به ثروت و قدرت از هیچ جنایتی کوتاهی نمیکنه. حالا این افرادی که ترور کردن خب این سرزمین رو ترک